و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون و مریم ابنة عمران. در مورد حضرت مریم سلام الله علیها التي احسنت فرجها، عفت خودش رو حفظ کرد، که این نشان دهنده این است که عواملی وجود داشته است در محیط زندگی حضرت مریم سلام الله علیها که می توانسته است تهدید کننده عفت و ناموس یک زن عفیف باشه و او توانسته مبارزه کنه. که این بزرگوار با کمال قدرت مقاومت کرده و دامن پاک خودش رو حفظ کرده. فنفخنا فیها من روحنا. خدای متعال بیهوده به مریم اینقدر لطف نمیکنه. این کلام قرآن، این بیان قرآنه. مادر عیسی، دختر عمران، زنی جوان در مقابل سوء ظن و تهمت و نگاه سوء ظن‌آلود همه مردم شهر خود و منطقه خود مثل کوه می ایستد و کلمت الله و روح الله را که خدای متعال با قدرت کامله خود در دامان پاک او گذاشته است بر روی دست میگیرد و مثل نورافکنی فرزند خود را بر دنیای تاریک آن زمان می افکند. او پاک دامنی خود را حفظ کرد، با همه وجود شایسته این شد که مادر عیسی بشه. در قرآن زن رو الگو قرار میده، نه فقط برای زنان بلکه برای همه انسان ها. 2 زن رو الگو قرار میده برای همه انسان ها، نه برای زن ها، هم از زن و مرد. یعنی همه مردان عالم اگه میخوان مؤمن باشن الگوشون 2 زنن، یکی زن فرعون، یکی حضرت مریم.